در بین جامعه ما الان کسی هست که به شکم یه سنگ بسته باشه؟ کسی هست که بگه دو ماه در خانه من حتی یک غذا هم پخته نشد؟ مثلا دیروز یک فقیری آمد خیلی با من درد دل کرد، واقعا مشکلاته. گفت که 10 افغانی بالاخره بانجان میگیرم و همین بانجان که هست 10 افغانی میگیرم و ایرا هر شب به اولادهای خود میپزم. این ضعیفترین و بالاخره تمام مشکلات. گفت که 10 افغانی انتهای میشه به 20 افغانی ما هر شب گذاری کنیم. خب بانجان پخته میشه در خانه یک فقیر. میخوام این نکته رو بگم، به خانه رحمت للعالمین سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم 2 ماه آتش بلند نشد. 2 ماه خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 ماه آتش بلند نشد که چیزی نبود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از خانه بیرون شدن، چیزی نبود که در خانه تناول کنن. بیرون شدن گفتن میرم خانه ابوبکر صدیق بلکه چیزی باشه. ابوبکر صدیق تمام سرمایه در راه الله داده بود، چیزی نبود در خانه بخوره. بیرون شد وسط کوچه با رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو شد. با رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که روبرو شد گفتن ابوبکر کجا میری؟ گفت بیرون شدم. گفتن فکر کنم تو هم گرسنگی بیرون کرده. گفت بله یا رسول الله. گفتن میرین در خانه فلان صحابه، دیدن فلان صحابه هم بیرون شد. عزیزان من، بزرگواران، والله العظیم فقری که دامنگیر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و بعضی از صحابه شده، ما و شما در خواب هم شاید نبینیم و در خواب هم ببینیم پریشان بشیم. پس جامعه امروزی نباید اینقدر، درست مشکلات فقر بیکاریه، اما یأس و ناامیدی از زندگی بیرون بکنیم، به فکر این باشیم که خوب میشه، همه مشکلات خوب